اولین گروه حاجیان تاجیک صبح 24 ایون از مدینه به دوشنبه برگشتند. آنها را نمایندگان کمیته دین و نزدیکان و پیوندانشان پیشواز گرفتند. رفتن و آمدن یکم سال مانع و دشواری نبود. هم ناز رفتیم اومدیم حج کردیم. های هوا گرم بود نه که ما توقع میکنیم. ان الله مع الصابرین، خدا هم با همراه صابران صبر کردیم. این گروه حاجیان در هیئت 165 نفر روز 25 می به عربستان سعودی رفته بودند و دوام یک ماه آنجا مناسک حج را به جا آوردند. حاجیان دیگر تاجیک تا 10 ایول برمیگردند. پیشواز حاجیان سالهای پیش پردبدبه صورت می‌گرفت و خانواده حاجیان معرکه‌های پرخرج برگزار می‌کردند. چند قبل به قانونگذاری تاجیکستان تغییر و الهه‌های نو وارد گردید که بر اساس آن معرکه‌های حاجی زیارت منع شدند. عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان 7000 کوتا جدا کرده بود، اما از این امکانیت کمی بیشتر از 6000 تاجیکستانی استفاده کردند. سال جاری ارزش سفر برای شهروندان تاجیکستان 57000 سومانی معین شده بود که نسبت به سال گذشته کمتر است. محمد نظر نجمیدینوف، اسمت الله عبداللهیف، ازیا پلیوس.